چطورین بچه ها؟ خیلی خوش اومدید به پارت دوم سری هاردکورمون. آقا من خونه پشت سر رو میبینی تکمیلش کردم بالاخره و بدک نشد، هرچند اون باید الان مثلا بریک میبود، نمیدونم بریکو چه جور درست کلی میخواد چی میخواد نمیدونم. خلاصه این یه ذره تغییرات لازم داره، ولی واسه خونه اولی اوکیه. بعد اومدم کلی چیز کردم. اوه فاک، اونو تقریبا تکمیلش کردم، یه ذره درتمرد اینجا اد کردم و آره دیگه اوکی. اولین مابی بود اینجا کشتیم. اوکی، توی این ویدیو میخوام که توی این قسمت نمیدونم اینجا خونه منه، توش لامپینا راست اینا رو نکندم هنوز که بهتون چیزی بگم. این که رفتم یه روین پورتال پیدا کردم، توش ناگت داشت و اینا رو درست کردم. بعد خواستم بقیه‌شو لوت نکردم، گفتم بیایم تو این ویدیو اگه وقت کردیم بریم لوتش کنیم. اوکی، فول آیرن شیم، حتی اگه شد فول دایمند شیم. برای تو کیو میوا بچرخیم. بعد البته قبلش اینجا رو باید فارم درست کنم، حالا درست میکنم بعدا، چون این حتی شیلدم ندارم. با اون ناگت هایی که گرفتم فقط تونستم 2 تا لنترن درست کنم، یعنی خونه نیاز به لنترن داره. اوکی، مختصات خونه رو باید بگیرم. F3 F2 مختصات رو گرفتیم. بریم خوک داریم اینجا و ما قرار نیست خوک بخوریم. دیدی فیری انقدر ویلیج فاک شانس هم چقدر نزدیکم اصلا. آرمور بابا بنازم عشق من. ببین اوف بنازم مفت مجانی آیرون بنازم. چه شانسی. اسپرو آجی من اصلا درخت اسپروس لازم داشت خیلی بی‌انصافی. اوه اینجا خونه است. اوکی ویلیج اصلی اونجاست اصلا، روبا هم هست. ارتمو چرا نیاوردم؟ آفرین خوب جایی بمونم اینجا. مرغ اوکی همین بسته. بنظرم هیچی هم نداریم دیگه بخوریم. خیلی مالی. برادر بمیر. نه به نجات پرستی. اوکی خدا کنه فقط کریپر نباشه که دهنمون سرویسه. ایول آیرن 8 آیرن. به نظرم همینجوری اگه بتونم من برم سراغ دایمند خوب میشه. خب ما اینا رو کندیم و اگر نه که گشنگی میمیردیم. اوه چیه اون اسمش؟ هیوی بود بکنم مانشفت که به نظرم همینجا اینا رو بزن بپزه. یه دونه شو بده من که اینا اینجا میذارم. بنازم برادر که برو پایین. تون برو پایین. اوکی همینقدر بسته چون واقعا بیشتر نیاز نیست. اوکی یه دونه فقط سطر میسازیم باکت که چی نمیریم میکنم میرم بارا. بریم این آبر رو بگیریم. پایین آیرن بود. خب اینجا دیگه دایمند پیدا نمیشه. باید بریم پایین. برو پایین. بزرگترین ترس هاردکور پلیر فقط کریپره. اینم سید واسه کسایی که میخوان تو این سید پلی بدن. سیدو بگیریم میتونه از قسمت امیتیس شارت این سیده رو بگیرین، میتونه از اول با من پلی بدین. سیدو تو دیسکریپشن هم میذارم تو توضیحات. خواستیم برداریم ما دیگه مثلا تو همین مپ پلی میدیم. خیلی ها هستن واقعا دلشون میخواد. هرچند خانواده‌مون تو این چنل هنوز خیلی کوچیکه ولی بازم عشق امیتیس شارت رو لازم داره واسه اون زومی که بهم میده. خیلی بارزونش دوربینه لازم. این لازم دارم. اینو خیلی کوچیکن که بریم ببینیم که دایمن پیدا میشه از اینجا یا نه. وای حالا آیرن دیدم. آره آیرن. آی کار میکنم من. دایمن نیست خب ولی یه کار میکنم اینجا. میبندم همینو میرم پایین. چی منفی چیه روش؟ جلو روم بود. آموستن بنازم دوتا کن دیگه نیست. شانس نگاه بنازم. هم آیرن هست هم دایمند هم کریپر. یکی ناموسن توف نبود دیگه. زود گشنم میشه یعنی چی؟ میکن بریم جلو. حوصله کندن این نیست خدایی. اوه میتونم کار دیگه کنم اصلا. دایمند بخورم با دوازم باشه نسوزه یو. بس اینجا رو میکنم. اینجا رو واتر میذارم. نیست مثل این که دیگه بدن که هیچ نیازی به ردستون ندارم. مثلا این کیوه خیلی پربرکت بود نه؟ چند تا دایمند داریم؟ 7 تا کمه هنوز. اینور بنازم 2 تا برار بزن تو اینو بزن. اینو بزن یه بر بزن اینو. دست به یکی کردیم. کی وینره این یا اون؟ سر کدوم یکی شرط میبندیم بچه ها؟
دیگه خیلی پرو شدی. من رو تو شرط بسته بودم لامصب. زندگی همینه، هر کی میاد کریپر میبینه. وای وای، دایمند هم میبینه. عشق است. دایمند. آها، بنازم برکت. بنازم. اینو باید برداریم قسمت بعدی شاید لازم شد. بنازم گلدن اپل بنازم. خب این یه دونه نون میشه، 2 تا میشه. اینم یه دونه هست فرم که بعدن خیلی لازمه. اون پادر نیست. بنازم آجی شانسو. یه دونه ای توفت شانسم نیست نگرد. میگه از اینجا که آب میچکه بالاش آبه نه؟ اینجا من میگم برار 1 2 تا 3 تا 4 تا. کاش 50 میدادی خوشحال‌تر میشدین داشت، ولی نداد. اشکال ندارم، اینو مرامتون. لپیز لازولی رو نمیخوایم. چقدر از این سیخ زیاده اینجا. اوه وای تو چیکار میکنی؟ به من دایمند داده کنید. داشت این مثل اسنایپر بتلفیلد یه جوری میزنه بیناموس. بابا ول ماکو. اوکی واقعا دیگه الان خیلی دارم میگردم از 32 تا نمیدونم چه میشه ساخت. باش یه لباس، شلوار، یه کلاه، یه کفش، 8 تامون، یه کلنگ هم میشه. باش اینو در بیارم بیاد بیرون. فول دایمند جیجیز و اسرائیل‌هامون هم بندازیم دور بریم شما ور. یه دونه این حالا یه دونه دیگه هم شاید پیدا کردم. فعلا بیل شمشیر میسازم. یه دونه دیگه هم واسه بیل پیدا کنیم. تمام بعد ببندیم گیمو. یکی اوه بنازم 3 تا 4 تا بابا خفن. 5 تا 6 هم میدادی عشق میدادی. ولی دم دیگه بیلم بسازیم دیگه. با نه بکن از اون و what ببین من چقدر گشتم شما. بکن کل مسئول اینقدر. چقدر من واسه پیدا کردن اینا چقدر پس زحمت کشیده بودم. اصلا بوتم اونجاست. بوتم باید اونجا باشه. اونجا معلوم نیست ولی توصیه خودم این دیگه. تا ویدیو بعدی هم سیا.